دلیل اینکه روز اول اینجا همه معتقد بودن و همه گفتن، آتش نشانا به ما گفتن که از داخل موتورخونه تماس‌هایی با بیرون گرفته شد، SMS هایی دادن و بعد تکذیب کرد که ما همه متعجب شدیم. دلیل اینا چیه؟ فرمانده کجا بودی؟ فرمانده عملیات ایستگاه 62 ایستگاه 81. دیروزم به من گفتن، الانم به من گفتن که یه تعدادی اون پایین زندن. قصه اینا رو برام میگی؟ بله، طبق گزارش‌هایی که هست ظاهراً مستند صحبت می‌کردن بچه‌های هلال احمر و یکی از دوستان اونجا که نمیدونستم حالا کجاست که اینا تماس گرفتن با خانواده هاشون، با ستاد فرماندهی آتش نشانی، با یکی از عوامل نیروی انتظامی از داخل تماس گرفتن. بله. تماس و زنده هستن، 3-4 نفرن، حتی یکشون هم اعلام کردن که پا شکسته. پس ما هنوز میتونیم امید داشته باشیم. بله، ولی بسیار برای اون گروه موتورخونه. بله، ولی بسیار کار خطرناکیه. اگر بخواد کسی از اون معبر بره پایین، احتمال ریزش که هم اون آتششان شهید بشه و همین که اون چند نفر اونجا که گیر کردن از بین برن. بسیار عالی. منتشر شده که میگن همکاران شما از داخل ساختمان نظیر آباد به شما زنگ زدن، پیامک دادن. این صحت داره؟ دو تا بچه‌ها SMS داده بودن توی -3 زیرزمین تو موتورخونه، دو تا نفر SMS داده بودن که ما زنده هستیم و این واقعیت داره. بله. خب تونستید نجاتشون بدید؟ ببینید الان از سه تا موقعیت دارن به قانون و به عملیات میکنن. یکی از پشت، یکی از زیرزمین، از یکی هم از نمای روبرو. از این در واقع از سه جا، یکی هم از که ازن مختص همین زیرزمین که شما فرمودید از اینجا دارن عملیات میکنن. متاسفانه هنوز به اون قسمت با توجه به فرسودگی محل و ساختمان‌های همجوانی خاکش نتونستن بچه‌ها هنوز اون کاری که بتونن انجام بدن، چون محتاطانه دارن کار میکنن که این اتفاق و این آمار پشتای ما بالا نره. قطعاً تعداد زیادی از کسانی که زیر آوار هستن به شهادت رسیدن. ما امید داریم، البته ما دعا میکنیم که از معجزه الهی هیچ وقت ناامید نمیشیم، ولی تجربه و وضعیت آوار بسیار پیچیده که هست اینو میگه که قاعدتاً کسانی که زیر آوار هستن وضعیت خوبی ندارن و چه بسا به شهادت رسیدن. 30 دقیقه قبل از اینکه ساختمون خراب بشه قسمت شمالی ساختمون یه ذره ریزش داشت. اونجا چرا رئیس ستاد شما دستور نداد که سریعا تخلیه بشه ساختمون؟ من در جایگاهی نیستم که ولی 30 دقیقه نبود، اولش 15 دقیقه قبلش دو طبقه بالی مقدار ریزش کرد و چون راپلا از داخل قبلش ریزش کرده بود، یعنی راپلا مسدود شده بود. بعدش این اتفاق افتاد، نمای بیرونی کلا را کیپ بوده. دائما هم میگفتن که بچا تخلیه شید با توجه به کمبود جا و اینکه نوردبونای ما کم هستن، یعنی موقعیت اجازه بیشتر از این باشن تا بچرخن همه پنجره رو بخوان خالی کنن. زمان بر هستش که دیگه این آوار اجازه نده همه بچا بیرون بیان. تذکراتی که داده شده هیچ موقع جنبه عملیاتی نداره که نمیشه. اینجا 4000 تا کارگر کار میکردن. طبقه 15 این ملک یه به معروف تولیدی بوده که میلیاردها اینجا سرمایه گذاری کرده و اگر قرار بود اینجا رو ببندن نصف پوشاک کشور از اینجا داره تولید میشه. نیرو انتظامی یه وقت ما که مخلصی که پایین رفتیم دیدیم زدیم، اینجا رو زدیم. حالا من نمیگم این کارم نکنیم، ولی با این روش و با این شکل الان بابا ثابت از شما نه الان ستون اصلیه. خب این پشت کاملا حرارت دیدن، الان پایین شعله‌اش هستش. این سقف ما اگه سقف رو بزنیم کاملا میره پایین، بخاطر اینکه فشار مستقیم رو سقف ستون هم آسیب دیده، حرارت دیده، مستقیم کلش میره پایین. پس ما نه با ستون کاری داریم نه با سقف. اینو ما می‌خوایم بریم تو که اون پشتی اتاقا که بتونی به نام موتورخونه است که صداها رو همونجا شنیدیم. عزیز من شما دیشب اینجا بودید ساعت 1. بله. خب دیشب چیکار می‌کردیم تو پایین؟ اینجا نبودم. دیشب کار چند مرتبه کاری انجام ندید، خطرم برای خودت ایجاد نکنید. الان از حرارتی که خورده تو پایین اینا همه آهن اینجا نرم شد. از پایین اینا رو زدید، از اونجا زدید. دیشب بچه‌ها با موبایلی که روشن گفتم بوده که نبود بعد معلوم شد. همه این کار واقعا انجام شد. من نمیگم این کارو نکنید. الان گفتم پیپون این کار انجام بدید. از اونجا دسترسی به موتورخونه فقط
در حد یه گروره بوده که دیشب سگم فرستادن رفت. حالا 2 مرتبه از دو دیشب میگم کدومی که از شما از دیروز من داخل بودم. از دیروز هست. ما داخل بودیم، مشکل فونداسیون رو داشتیم، برخورد به فونداسیون. الان اینطوری که حساب دیدیم آقا اینجا فونداسیون نمیخوره. فقط ما الان عرضمون خدمت شما اینه که بعد بخوام تلاش بیشتر بکنیم. من باز دارم به شما میگم، من نمیگم این کارو نکنید. گفتم فکر کنم الان